اگه که یه فرصت داشته باشی، فرض کن که یه فرصتی بهت داده بشه که بتونی برگردی به یه تایمی عقب و 10 ثانیه، یعنی ماشین زمان باشه و فقط فرصت داری که یه بار ازش استفاده بکنی، فرصت داری که به یه تایمی برگردی که خودت انتخاب میکنی که کیه و 10 ثانیه میتونی به خود گذشتت یه چیزی بگی، فقط هم به خودت میتونی یه چیزی بگی، نه به کسی دیگه. چی میگی به خودت و به چه موقعی دوست داری که برگردی؟ اون 10 ثانیه رو چجوری می‌خوای استفاده کنی ازش؟ 10 ثانیه فقط اجازه دارم حرف بزنم؟ نمیتونم کسی بزنم؟ میتونی، نه دیگه، فقط میتونی خودتو بزنی اگه خواستی، ولی کسی دیگر رو فرض کن که نمیتونی بزنی، ولی میتونی یه کشیده بزنی زیر گوش خودت مثلا. 10 ثانیه خیلی کمه برای اینکه آدم اگر که به گذشته، احتمالاً تو 10 ثانیه مثلا اینقدر چیز آدم داره برای گفتن. خب همین نکتهش همینه دیگه. نمیشه یه کتاب بدم دست خودم؟ نه فقط یه جمله میتونم بگم. کتاب میخوای بنویسی بدی دست خودت؟ میتونی ولی بهش بگی که فلان کتابو بخون. این کارو میتونی بکنی، ولی خودت نوشته باشی نه، نمیتونی بهش بدی. احتمالاً تا آخر این پادکست چند بار نظرم عوض خواهم کرد. خب چیزی که الان تو ذهنمه اینه که بهش میگم که کجا بدم 10 ثانیه. نه خب بگو اصلا این که واقعا وجود نداره این ماشین زمانه که بی اذیتمون نکن. میخوام ببینم به چه موقع برمیگردی، اول اینو بگو. چه موقعشو یادم رفت. به ترم اول دانشگاه برمیگردم. ترم اول دانشگاه، خب کارشناسی. و به خودم میگم که از اینکه آدم‌ها رو ناامید کنی یا به آدم‌ها نبگی نترس. اونا هم آدمن، انسانن، در واقع هیولا نیستن و قرار نیست که آسیبی بهت بزنن و بعد از اینکه بهشون بگی نه یا بعد از اینکه یه سری چیزا رو به اجبار دیگران انجام ندی، اونایی که میمونن آدم‌های واقعی زندگیتن. خب ولی اینا رو نمیتونی بهش بگی، فرصتشو نداری، خیلی طولانیه، یعنی مثلا شد 30 ثانیه. فقط یه جمله بگم. محتواتو متوجه شدم ولی چجوری؟ فکر کن فرض کن که میتونی فقط یه جمله بهش بگی، یه جوری که خود ترم اول کارشناسیت که 18 سالشه در واقع اینو از تو قبول کنه توی یه جمله. خب اون که احتمالاً هیچی رو من قبول نخواهد کرد، ولی تو این فرصت رو داری دیگه، از کجا میدونی؟ ولی میتونی، ولی در واقع این تجربه رو بهش میگی. حالا شاید اون لحظه قبول نکنه ولی روش فکر کنه. یه چیزی باید بگی که انقدر تاثیرگذار باشه که بتونه تغییر بده رفتارشو. فکر میکنم بهش میگم که هیچ چیز ابدی نیست. نمیدونم چجوری بگم که اون سر متوجه بشم. میخوام بگم که هیچی ابدی نیست و همون جوری که هر خوبی تموم میشه هر بدی هم تموم میشه. اون سختی که داری میکشی رو قرار نیست تا ابد بکشی. این که اصلا نه یه چیز دیگه شد که این کلا. نه خب اینا خیلی مربوطن به هم. من توی اون دوران اضطراب خیلی زیادی داشتم و اون زمان اوج دوران اضطراب روحی و روانیم بود و کلا خیلی وصل بود به همین قضایای این که نمیتونستم نبگم و در عین حال فکر میکردم که مثلا اگر که خب توی اون سن نظرم خیلی آدم بیشتر درگیر ارتباطاتشه، شکل دادن ارتباطاتش، شکل دادن شخصیت خودش و من خیلی درگیر بودم با این که فکر میکردم مثلا یه اتفاق بدی امروز میفته احساس میکنم بوده تای دنیاست و این حالیم نمیشد که اتفاق بدی که افتاده خب مثلا یه هفته دیگه تموم میشه، یه ماه دیگه تموم میشه، این حس بده بالاخره از بین میره. مطمئن شو هر آره‌ای که به دیگران میگی اینجوری نباشه که به خودت داری میگی نه نتیجهش. اینو ایرزه 31 سالم نفهمید. ببین مثلا اینجوریه که جالبه که در خودم خیلی قابل فهمه ولی چرا تو متوجهش نشدی؟ اینو منم نمیفهمم الان حتی 18 سال داره. منظورم اینه که مثلا دیدی که
به یکی میگی آره، مثلا یکی که میگه فلان کارو بکن، حالا این مثال خیلی ساده است و تو میگی که اوکی بکنی، ولی نمیخوای اون کارو انجام بدی و در واقع مثلا اون تایم گذاشته بودی که درس بخونی، در واقع داری به خودت میگی نه، به پلن خودت داری میگی نه، به اون شخص داری میگی آره. و من دیر اینو یاد گرفتم که وقتی که داری به یکی میگی آره، در واقع داری به خودت میگی نه و حواست به این موضوع باشه که اون آره یه آره به خودت هم باشه، تو هم واقعا میخوای که اون کارو بکنی. دقیقاً. خب اینو میشه به هزار گفت. مثلا بگی که به هر آره‌ای که میگی به دیگران انگار داری آره هم به خودت میگی. اینو هم نمیفهمه. آره این هم متوجه نمیشه. پشت هر آره‌ای که به دیگران میگی یه نه به خودت نباشه. نه این که خیلی پیچیده شد. همونقدر که میتونی به خودت بگی که خودت هم دوست داشته باش. میتونی به خودت بگی که آره دقیقاً این میتونه خیلی ساده تر و فکر میکنم جالب تر باشه اینکه، ولی خب فکر میکنم مفهومش رو متوجه نشه شاید، اینکه خودتو به همون اندازه دوست داشته باش. دقیقا موضوع اینجاست که توی 10 ثانیه تو چی میتونی تو الان چی میخوای بگی، تو به چه سنید و جز این که به خود 1 سال پیشت به یه چیزی بگی، توی 10 ثانیه هیچ چیز رو نمیتونی. من میگم ولی فکر نکنی که تا آخر این پادکست ازت این جمله رو نمیخوام. فکر نکنی که قضیه رو پیچوندی رفت. خب باید پیداش کنی. نه میخوام میگم منم، ولی میخوام ببینم که تو توی 10 ثانیه چی میتونی بگی که الان من هیچ جوره نمیتونم حرفم توی 10 ثانیه بچینم. داغ بودا. خب بگو. من اگر میخوام برگردم به اول دبیرستان و به خودم بگم که به هر چیزی که میخوای میتونی برسی، فقط باید اون خواسته بزرگو به قطعه های کوچیک تبدیلش کنی و انجامش بدی. هر روز هر چیز بزرگی قابل دستیابیه، فقط اول کوچیکش کن، به قسمت های کوچیک تبدیلش کن، تقسیمش کن و هر روز یه قطعه‌شو انجام بده، ولی هر روز. اینجوری میتونم بگم. یه جور دیگه هم میتونم بگم این که چیزای بزرگ، هر چیز بزرگی که میخوای بهش برسی، اگر کوچیکش کنی و هر روز انجامش بدی، دیگه استراب بهت نمیده و بزرگ به نظر نمیاد. چون یه مشکلی که من داشتم، بزرگترین مشکلم بود به نظرم، چون من آدمی بودم که خب چیزایی که میخواستم رو یاد میگرفتم راحت و مثلا مشکلی اینجوری نداشتم که احساس کنم یه چیزی برام یادگیریش خیلی سخته یا هرچی. ولی یه چیز عجیبی که داشتم این بود که شدیداً مثلا دیدن یه حجم بزرگی از کارهایی که باید انجام بدم اوورولم میشدم یه دفعه و بعد انجامش نمیدادم. یعنی مثلا میگفتم که بزرگترینش زمان کنکور خیلی سراغم اومد. مثلا یاد باشه زمان ما هر معلمی که میامد یه کتاب معرفی میکرد، یه کتاب تست که خودش نوشته بود و مزخرف ترین کتابی بود که در بازار وجود داشت، ولی چون خودش معلم اون که درس بود، تو باید میرفتی اون کتاب رو میخریدی. چون یه کتاب داشتی که معلمتون درس میداد، یه کتاب داشتی که همه کنکوریا داشتن اونو کار میکردن و انجام میدادن، تو همه درس‌ها یه کتاب، بهترین کتاب وجود داشت دیگه. کجا درس میخوندی که معلماتون مؤلف بودن؟ نبودن برای شما؟ نه. واقعا در عین حالم میدونستی که مثلا تو بازار کتابای قلمچی و گاج هست و اینا؟ آره خیلی، ولی فکر میکنم خوب نبودن. شاید خوب نبودن. خوب بودن. شما گاج قلمچی انجام میدادین؟ آره خوب هم بودن. ببین میگم درس به درس بود یادمه. مثلا اینجوری بود که میگشتی خوبش رو پیدا میکردی. یعنی مثلا بدین گفتن آقا مثلا چه میدونم هندسه تحلیلی برو برفرض مثلا کتاب فلان بگیر، اگه مثلا چند گسسته میخوای برو مثلا فلانو بگیر. ولی اینجوری بود که یه دفعه میدیدی یه کوه کتاب داری و دلت نمیخواست دست بهشون بزنی. تموم شد رفت. من یک واقعا کوه از کتاب داشتم. یعنی کتابای من وقتی چیدمش روز آخرین بود که مثلا کنکورم تمام شد، چیدمش رو هم بعد در واقع اهداش کردم به یه نفری، واقعا از قدم بلندتر بود وقتی چیدمش رو هم دیگه.
چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا 4 تا کتاب مثلا دیفرانسیل داشتم، هر کدوم به این قطر و هر کدومشون مثلا هر کدومشون 400 صفحه، هر کدومشون حاوی 3000 تا تست. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ کدومو نمیزدم. حالا جالبه، من یه بار ازت چرا؟ پرسیده بودم که تو تجربه‌ای با پروکرستینیشن داری و تو گفتی نه. خب نه، نمیخواستم بندازمش عقب. هیچ پروکرستینیشن وقت میشه نمی‌خواستی انجامش دادی؟ هیچ وقت نمی‌خواستی بری؟ نه اینجوری نبود که این حس بهم دست بده که اینو بندازش عقب. اینجوری بودم که الان میگم چه اتفاقی برام میافتاد، مضطرب میشدم اصلا. خب هم پروکرستینیشن همونه دیگه. خب مضطرب میشه آره، انجام ولی میگی که مثلا میندازمش عقب‌تر انجامش میدم. آره، ولی فکر خب اون میکنم تا عقب اونجایی که هیچ من وقت میدونم. نمیرسه، هی میندازی عقب‌تر، هی میندازی، بعد مثلا لحظه آخر یه دفعه میبینی که باید خب الان همه خب رو توی نه. یه ماه انجام بدی. نه مال من این اتفاق تو ذهنم نمیافتاد. تو ذهنم این پروسه‌ای که بهت میگم انجام میشد. کتاب اولو برمی‌داشتم و میگفتم که خب مثلا من بشینم این چه میدونم تستای این دیفرانسیل رو بزنم. مثلا شروع میکردم، فصل اولو باز میکردم، 3 تا تستو میزدم. این پروکرستینیشن میگن که تو انجام نمیدی، درسته، میندازیش عقب. من باز میکردم، شروع میکردم، 5 تاشو میزدم تستاشو، 6 تاشو میزدم، 10 تاشو میزدم، مثلا میشد یه رو، خب نیم ساعت. بعد همینجوری چشم یهو میافتاد به کتاب‌های دیگه‌ای که داشتم و بعد نگاه میکردم، میگفتم که بعد مثلا همون کتابی که داشتم و اینجوری ورق میزدم و میدیدم که مثلا 3000 تا تسته و مثلا من تست شماره 7م. بعد چه اتفاقی برام میافتاد؟ اینجوری بود که میگفتم خب 3000 تا این توه، 4 تا 3000 تا تستم که تو کموده از این درسه، 40 تا 3000 تا تست دیگه هم هست که از درسای دیگه است. و من اینجوری میشدم، گفتم که اصلا برای چی دارم میزنم مثلا که چی بشه. من آره به پوچی میرسیدم، نه که بگم اینو بعدن انجام میدم. اینجوری بودم که میگفتم مثلا ولش کن نمیزنم، مثلا یا اینکه میگفتم که بذار برم ببینم اون یکی کتابه چی میگه. میدونی انقدر به پر میکردم یا انقدر مضطرب میشدم یا میگفتم مثلا میگفتم که این درس رو قوی ترم، بذار برم اون یکی رو بزنم که ضعیف ترم. اگه بتونم برگردم به عقب، نمیخوام برم به پیش دانشگاهیم، دوست دارم برم به 3-4 سال عقب ترش و به خود 15-16 سالم اینو بگم. و فکر میکنم بهترین سنی که شاید متوجه میشدم که چی دارم میگم همین سنه که برخورد کرده بودم با این اتفاق مضطرب شدن از این همه حجم، این همه مثلا کار بزرگ. و اون موقع به خودم بگم که مثلا باید کاراتو کوچیک کنی. اگر واقعا میخوای که این کتاب تست تموم بشه، به جای 4 تا یکیشو انجام بده و توی اون یه دونه به جای اینکه استراب بگیری و نزنی، روزی 1 صفحه‌شو انجام بده. به نظرم حالا اینکه ما میگیم برگردیم به اون تایم و در حد فهم اون شخص توی اون سن صحبت کنیم، موضوع اینجاست که خب وقتی که اگر که میشد که برگردی، تو میدیدید که خودتی، خود آیندتی که اومدی و داری صحبت میکنی و خب فکر کنم این باعث میشد که هر چیزی هم که بهش میگی اگر در جا هم متوجه نشه، وقت بذاره و بره مثلا فکر کنه ببینه که خب منظورش چی بود از این قضیه. یعنی این نیست که حالا صرفا یه جمله بگیم و دیگه مثلا اون قرار باشه با اون یه جمله چیز بکنه. آره، ولی منظورم از این که گفتم یک جمله‌ای بگیم که یعنی اینو باید به تراشیمش و یه ازت خواستم که این جمله رو یه جوری بگی که قابل فهم باشه برای مثلا جوون 18 ساله، برای اینکه ما توی اون سنا هم جملات زیادی از اطرافیان میشنیدیم و خیلی از اون جملات بود که بعدها متوجه شدیم چقدر مهم بودن، ولی ما نمیفهمیدیم مثلا یعنی چی، چون با یه بیانی انجام شده بود که به درد سن ما نمیخورد. مثلا بارها والدین مثلا بهت میگن که به جای اینکه وقتتو تلف کنی بشین مثلا چه میدونم یه چیزی یاد بگیر. این خیلی کلیشه‌ایه و تو اصلا نمیفهمی این یعنی چی. اونا زندگی کردن، تجربه کردن و تجربهشون رو دارن تو، ولی مشکل اینجاست که تجربهشون رو در واقع جمله‌ای که دارن میگن مناسب یه آدم مسنه. برای یه آدم نوجوان این مفهومی نداره که وقتتو تلف نکن بشین یه چیزی یاد بگیر. چون نوجوان میگه من باید اصلا نوجوان میگه که من خیلی وقت دارم هنوز، چرا باید استرس وقت داشته باشم؟ استرس وقت رو تو متوجه میشی که 40 سالت رد میشه، تو متوجه میشی که 50 سالت رد میشه، تو میفهمی وقت چه ارزشی داشته. نوجوان 14-15 ساله میگه من میخوام برم چرا تو حیاط فوتبال بازی کنم، من میخوام برم خوش بگذرونم. وقت چیه مثلا؟ میدونی هنوز اصلا استرس وقت رو نگرفته.
و برای این میگم در واقع این که خب یه حالا ماشین زمانی الان وجود نداره که ما این کار انجام بدیم، ولی شنونده‌ای شاید داشته باشیم، بیننده‌ای شاید داشته باشیم که الان مثلا 15 سالش باشه 18 سالش باشه و الان حرف ما رو بشنوه و شاید الان یه جوان 20 ساله با برادر مثلا 10 سال بزرگتر از خودش صحبت کنه و الان بهش بگه که مثلا چه می‌دونم یه چیزی به من بگو که شاید به 10 سال پیش خودت می‌خواستی بگی، ولی یه جوری بگو که خود 10 سال پیشت اینو متوجه شه. من میخوام اینو بفهمم که تو چی میگی، نمیخوام با زبون و فهم 30 سالت به من بگی. یه جوری بگو من 20 ساله رو تحت تاثیر قرار بده. تو الان در حال حاضر تو سن مثلا 26 سالگی یه 10 ثانیه وجود داره که یه آدم 60 ساله میتونه بهت بگه که مثلا یه لحظه کنارش روی یه نیمکتی توی پارک میشینی و یه جمله بهت میگه، شاید اون جمله قابل فهم الان نباشه برات. دقیقاً این ویدیوهایی که میذارن که میگن که مثلا به 60 ساله یه جمله بگو به آدمای کم سن‌تر از خودتون، معمولا میگن که زندگی رو سخت نگیر یا بیشتر عشق ورز یا در واقع چیزایی خیلی بیسیکی که ولی پایه های زندگیه. دقیقاً. و فکر میکنم که ولی عمیقاً رومون خیلی تاثیر نمیذاره، بازم از فرداش دوباره سخت میگیریم. باز سخت میگیریم. و فکر میکنم که خب منم الان اگر که یه چیز رو میخوام به من 18 ساله بگم، همون جور که اون 60 ساله وقتی به من میگه تأثیر خاصی روی من نداره، من هم اگر به اون 18 ساله بگم الان چون این تجربیات رو کردم به این جمله رسیدم مثلا و میرم به اون اینو میگم، ولی به اون اینو هم بگم ممکنه اون باز هم بگه خب مثلا جمله خفنیه. ممکنه. فکر میکنم میرم بهش میگم که ببین از الان به بعد همه چی خیلی خوب میشه، من اینو بهت قول میدم، همه چی درست میشه. فکر میکنم میرم اینو میگم، یعنی بقیه چیزا مهم نیست جز این که بهش این اطمینان رو بدم که همه چیز خوب میشه و همه چیز درست میشه و تو در امانی. این خیلی خوبه، این به نظرم خیلی خوبه. من اگه دومی چیزی که میتونستم بگم بهش این بود، این چیزی میتونستم بگم این بود، ایمان داشته باش که درست میشه. مثلا من آیندهشو دیدم، اتفاق بدی نمیفته مثلا. اینم میتونست خیلی خوب باشه. جمله‌تو پیدا کردی به نظرم.